بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند یکتا و به همتا. درود و سلام خدمت همگی. انشالله که جور و صحت و سلامت باشید. به ادامه درسای مایکروسافت ویندوز 11 درس امروز ما شما اسپیچ ریکگنیشن است. ببینیم که اسپیچ ریکگنیشن چی است و کدام منظور استفاده میشه. دقت کنید دوستان، اسپیچ ریکگنیشن اسپیچ ریکگنیشن یکی از درس‌های کنترل پنل است که با منظور کنترل کامپیوتر توسط وایس یا صدا استفاده میشه. یعنی اگر بخوایم کامپیوتر کنترل کنیم توسط صدا و کامپیوتر بگوییم اوپن استارت، بر استارت رو باز بکنه یا هر عملکرد که خواسته باشیم انجام بده بره. پس از درس اسپیچ ریکگنیشن استفاده میکنیم. خب به خاطر باز نمودن شما میرین به کنترل پنل. در کنترل پنل درس اینجا داریم تحت نام اسپیچ ریکگنیشن. این قسمت است. روی اسپیچ ریکگنیشن کلیک میزنین، استارت اسپیچ ریکگنیشن را کلیک میزنین، بعدش نکست میزنین. بازم میگه که کانفیگریشنش به اساس چی انجام میدی. هد مایکروفون یعنی کدام مایک وصل کردی، گوشکی های لاین دار که است. دسکتاپ از طریق مایک خود کامپیوتر پیش میری یا آذر میگم از طریق مایکروفون کامپیوتر. بعدش نکست میزنم. این تکست رو بخونین تا نکست فعال شود. Peter detects to his computer he prefers it to typing and particularly prefers it to pen and paper. بعدش next میزنین. enable document review. next use voice active mode را انتخاب میکنین. next بعدش next و start. این صفحه را کلوز میکنین. اینجا dismiss را کلیک میزنین. next بعدش ببینید اینجا روی ازی بطنک زردش کلیک میزنید. همین که لسان گفت گپ بزنم روش. خب این بسیار حساس است در موضوع صدا. که صدا برش بره کار نمیکنه. خب من یک بار کلوزش میکنم. دوباره میریم به کنترل پنل و از قسمت بازش میکنیم. speech recognition start word open word. این تلفظتون باید دقیق باشه. خب دقیق باشه و باز میکنه هیچ مشکل نداره. این که start باز کرد. start PowerPoint میگه چی است؟ سوال ندارین؟ یعنی به این شکل میشه شما از اسپیچ ریکگنیشن استفاده بکنید، ولی باید که در فضای آرام باشه. این اندک صدا برش برم تو سویچ کرده میره تغییر کرده میره. اندک شفاف کن بگیره بازی که پیشرفت ترش کورتنه است که ما شما میخوانیمش. باز کورتنه چی کار میکنه؟ کورتنه که است توسط وایس میتونه کار بکنه. تایپینگ نه. سوال ندارین؟ پس همون درس کورتنه اسپیچ ریکگنیشن. ببخشید. بقیه اوقاتتون خوب و خوش، شاد و کامکار باشید.